مرغ نیافتیم اما تسلیم نمیشویم. راه خود را ادامه میدهیم. این نوبت قرار بود مرغ ها را بیاریم، اما بازار محکم بود. حتی تمام دهه را گشتیم، مرغ فروشی نیافتیم. لیکن ما دلسرد نشدیم، کار را به قفا نپرتافتیم. برای آموختن نگاه و بین مرغ ها به خانه دوستان و همسایه ها رفتم. مرغ های آنها قریب هر روز تخم میکرده است. اما یک مشکل هم بوده است. آنها گفتند مرغ ها زمین کارتاشکه را ویران میکنند. یعنی فایده دارد ولی کمی ضرر هم میرساند. همسایه ما چنین گفت: حالا یک تخم مرغ خانگی از 1.5 تا 2 سامانی است. تخم سرغذا و طبیعی. اما نگاه و بینش آسان نیست. مرغ ها زود بیمار میشوند. نه هر کس از عهده‌اش میبراید. من از این سفر بسیار چیزها را آموختم. ما نیت داریم که بیزنس مرغ در دهه را انکشاف دهیم و در قسم دیگر یک نوگانی بزرگ وارد میکنیم. ما را پیگیر باشید. یک سوال: تخم مرغ خانگی در منطقه شما چند سامانی است؟